سلام، روزتون بخیر. من زهرام، تازه 30 سالم شده، دانشجوی مسترم توی فرانسه، پاریس. اینجا هم الان پشت بیزنس اسکولمونه که دارم براتون ویدیو میذارم. من بعد مهاجرت و کلا در دهه 30 سالگیم از 20 تا 30 خیلی تغییر کردم، خیلی چیزا یاد گرفتم و فکر میکنم خیلی برام شفاف شده ارزش زندگیم. ارزش زندگیم اینه که اول از همه تونستم بپذیرم که زندگی رنجاوره برای همه موجودات، حداقل یعنی کسایی که جان دارن. و من ارزش زندگیم اینه که رنج زندگی رو اول برای خودم و بعد برای بقیه کم کنم. آره، داشتم میگفتم ارزش زندگیم اینه که این رنج رو برای خودم اول و بعد برای همه، تا اونجایی که دستم میرسه، عزیزان و همه کم کنم. تصمیم گرفتم که بیام محتوا منتشر کنم. برای من خیلی ارزش داره. نمیدونم چقدر به درد بقیه بخوره، ولی من کار خودم رو میکنم. اینم ادامه سنه که دارین میبینین که تا این شمال پاریس، پانتن که من درس میخونم، ادامه داره. خیلی هم خوشگله. خلاصه یه درس مهمی که خیلی یاد گرفتم این تیکه اول خودم بعد بقیه است. میخوام امروز درباره این صحبت کنیم. آره، یعنی چی؟ یعنی این که هر چقدر دلتون میخواد مهربون باشین، دلتون میخواد زندگی خوبی داشته باشین یا به بقیه کمک کنین، خیلی مهمه که اول از همه خودخواه باشین. و خودخواه بودن همیشه معنی بد نداره. من فکر میکنم ما تو فرهنگمون به خودخواه بودن یه معنی بدی میدیم. مثال خیلی باحالش هم اینه که شما توی هواپیما اگه این دستورالعملای موقع خطر رو خونده باشین، میگه که ماکس اکسیژن رو اگر با یه بچه هستین یا با افراد ناتوان اول بذارین رو صورت خودتون، بعد بذارین رو صورت کسایی که ناتوانن. و این دلیل داره که به اینجا رسیده، کلی مطالعه داره. اینه که اگر شما بلای سرتون بیاد، دیگه کسی از اونها هم نمیتونه محافظت بکنه. و میخوام بیشتر درباره این مسئله اینجا حرف بزنم. احتمالاً شنیدین خود مراقبتی و حواسمون به خودمون باشه و این چیزا. حالا سختیش این وسط کجاست؟ سختیش اینجاست که به نظر من خوشحالی در خود ما به تنهایی خلاصه نمیشه. ما اگر تنها همه امکاناتم داشته باشیم، هر آن چیزی که میخوایم من بشه، به خوشحالی نمیرسیم. شاید بتونیم بگیم موفقیم، ولی خوشحال نمیشیم. و توی کلی معنا پیدا میکنه خوشحالی ما. نمونه واضحش رو توی همین داستانایی که برای ایران میفته میبینیم. چه هموطنایی که توی ایرانن، چه هموطنایی که خارج از ایرانن، نمیتونن خودشونو جدا کنن، چون خودشونو بخشی از اون کشور و اون فرهنگ میدونن و نمیتونن بی تفاوت باشن، بنابراین خوشحال نیستن. اینجا قراره بیشتر درباره این مسئله حرف بزنیم و درباره اون تیکه مهم که اگر من ماسک اکسیژن رو گذاشتم رو صورت خودم، ولی هر اتفاقی افتاد نتونستم رو صورت بغلیم بذارم، یا هممون مردیم یا هیچی. خلاصه توی اون فاصله چند ثانیه‌ای ممکنه همه ما بمیریم، اون هواپیما سقوط کنه، منفجر شه. ممکنه من نتونم ماسک بعدی بیاد رو صورت بغلیم بذارم. ممکنه من زنده بمونم و بقیه از بین برن. این تیکه تو زندگی خیلی مهمه که خودتون رو مقصر مرگ بقیه ندونین. حتی اگه خودتون زنده موندین و اون کناریتون از بین رفت، تقصیر شما نیست. شما بهترین کار ممکن رو کردین. اینی که هی با خودمون تکرار کنیم که تقصیر من نیست، مخصوصا تو شرایط سخت، که خودتون رو اولویت بدین به بقیه، خیلی مهمه تو زندگی. چون من حس میکنم خیلی از خود سرزنشیایی که کردم تو زندگیم و انرژی بیهوده‌ای که صرف غم و اینا کردم از این نشأت میگیره، از اون احساس گناهی که حس میکردم نباید اول ماسک رو صورت خودم میذاشتم، باید رو صورت بقیه میذاشتم.